روز است من عصبانیت هستم، ناراحت هستم. خب در پیشگاه خدا خجالتمند حس میکنم که امروز جوانای ما، دخترای ما به این حد رسیدن ما علماها پروا نداریم. 6 نفر دختری تاجیک میگوید با تاجیک عادی، تاجیک محلی با فرمی تاجیک سینه بنده که پلافکه در لب دریا میگد با 6 بچه، هر 6 رو آبادی دارن. موسفیده از پیشم گذشتیدم پروا ندارم میگد. دختری محلی تاجیک با پلافکو با سینه بنده در کوچه، در جایی که آدم ها راه گذارن در لب دریا آبادی دارن. مگر حیا کجا شد؟ مادرای عزیز صاحب همون دختری من شما هستن. وای چگونه آینده مادر بشود، وای چگونه آینده برای جامعه ما نسل سالم بتیم. اگر امروز ما همه ما خاموش استیم گویم این دموکرات است، اختیار به دست خودش است، تا فردا پس فردا این وبا عام بشود، دخترای ما و شما را هم فرا بگیرد. پیغمبر گفتن یک گناه وقتی که ظاهر شد که زلپیشی راهی او رو نگیریم بعد از آن زمان عام را فرا بگیرد.